خب امروز اومدم چند تا کلمه راجع به روابط بهتون یاد بدم. اولین کلمه که هست marriage، ازدواج، و خیلی واسه مهمه که یاد بگیرین. آقا باید بگین married to. خب مثلا میگم I am married to him. بعدش relationship، have a relationship with someone، start a relationship with someone، یعنی رابطه داشتن با کسی. نگین تو رو خدا رلین با هم یا رل داری. آخه یعنی چی؟ مثلا میگم I'm in a relationship with him. حالا یه دونه کلمه دیگه هم هست situationship. این همون بلا تکلیف شپ خودمونه. یعنی چی؟ یعنی آقا اینا با هم دوستن ها، با هم میرن میان، رابطه جنسی هم دارن ها، اما خب همدیگر گردن نمیگیرن دیگه. هیچ اسمی این رابطه نداره. سفر میرن با هم، میخوابن، پا میشن، اما هیچ رابطه ای نیست. یه کلمه دیگه داریم به نام red flag. red flag یعنی چی؟ یعنی دیدین که مثلا یه سری چیزای منفی توی یه آدم میبینی و نادیدش میگیری، اونا red flag های این آدمه. اون چیزای منفی که اون آدم داره، صفات منفی که داره. و کلمه toxic، میگن طرف تاکسیکه، منظورش اینه که طرف سمیه.